ببخشید خانم، قیمت این کیف چنده؟ $130. چقدر خوب. لطفا $150 بکشید، $20 انعام شما. خانم این چنده؟ قابل نداره عزیزم، 80 تومن. چه خبره؟ تخفیف بدین تو رو خدا. من خونمون همین پشته، مشتری دائمتونم هستم. تمام دوستانم میارم ازتون خرید کنن. تخفیف بدین بابا، جای دوری نمیره به خدا. من خودم مثل شما کاسبم، بازاریم. نمیدونم چی بگم. اصلا توقع هدیه نداشتم. تو بودنت برام هدیه است. عشقمون پایدار. همین؟ من 1 ماه عمرم و پای تو گذاشتم واسه این؟ واقعا واسه متاسفم. تو فکر کردی من تو رو واسه پولت میخوام؟ تو هنوز یاد نداری چطور باید با یه دختر رفتار کنی. اوکی بیب، بهترینا رو برات آرزو میکنم. امیدوارم همیشه موفق باشی. بای. به جهنم که کات کنی. برو که الهی تیکه تیکه بشی. برو که الهی تیر به جیگرت بخوره ایشالله. فکر کردی بر من مهمه؟ من اصلا خودم دیروز اتفاقا میخواستم بهت بگم بیا کات کنی، دلم برات سوخت. بدبخت. فکر کردی کی نگات میکنه؟ تو قیافت تو آینه دیدی؟ ایشالا مبارکش باد، ایشالا مبارکش باد، ایشالا مبارکش باد.